برای دخترامون قیمت میذاریم به اندازه سال تولدش، سکه بهار آزادی. بعضی پدرها دیگه یه مبلغ هم برای خودشون میگیرن، نمیدونم به عنوان چیه. آقا 1 میلیارد باید به من بدید، به پدر و مادر بدید جداگانه. یعنی پسر مؤمنی آمده که دخترشو به عفت و پاک دامنی برسانه، میخواد همونجا چپاولش بکنه، غارتش بکنه، مفلس و در بدرش بکنه و سب شادیشون، جشن عروسیشون که 1 عمر منتظر بودن، با دنیای از وام و قرض و بدهکاری اون شب زیباشون رو سپری بکنن. این پدر و مادرها چه جنایتکارانی هستن که بچه هاشون رو به خاک و خون میکشونن.